یه جرمگیر من بگیر، یه بطری آب، یه دونه ریکام. تو همه خونه‌ام این دوتا پیدا میشه. داریم فقط چی؟ یه جرمگیر. 20 تومن هم پولش نمیشه. 2 دقیقه رینگ ماشین تو لامینت کن. هر رینگی هم که باشه جوابه، تا اون رینگ فابریکش باشه، رینگ اسپورت داشته باشی. لاستیکات هم واسط زغالی میکنه. فقط داشته باش اینجا چی میشه. حداقل 30 مورد این شکلی میتونم بهت بگم که ماشینتون نو کنی. پیجمو فالو کن. هر روز یه دونه مورد این شکلی میذارم که با ماشینت کلی حال بدی. تایمی هم نمیبره. کلا رو هم حسابش کنی واسه هر چرخ یه دقیقه هم تایم بذاری جوابه. الان خودتون قضاوت کنید این لامینت شد یا نه. لامینت دیگه ببین زمانی هم که لاستیکت خشک شد آبی نداشت